سنه 24 سپتامبر برای 120 نفر کورسانتان سال اولی فاکولته 4 اکادمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند روز خاطرمان به حساب می رود، زیرا در این سنه شنوندگان اکادمیا سوگند وفاداری را نزد خلق و وطن از قلب پر از جوش جوانی به زبان آوردند. مراسم رسمی چهاربینی مذکور در میدان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان با اشتراک معاون رئیس ولایت سوخت، سردار اکادمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، راهبریت ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت و والدان کورسانتان با شکوه و شهامت خاصه برگزار گردید. ضمن سخنی شادباشی، سردار اکادمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان نصوریان پولاد و معاون رئیس ولایت دوران زاهدزاده کورسانتان و والدان آنها را با این سنی فرخنده تهنیت نموده از توجه و دستگیری‌های دولت و حکومت نسبت به جوانان و شنوندگان اکادمیا یادآور گشتند. ضمن تاکید گردید که خدمت به دولت و ملت، حمایه مرز و بوم آن و حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان برای هر فرد وطن دوست افتخار میباشد. برای آوردن جوانان به خدمت در مقامات کارهای داخلی و دیگر ساختارهای نظامی از حس بلند وطن دوستی و افتخار ملی داشتن آنها درک می‌دهد. با دستگیری و تلاش و زحمت‌های سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در تمام واحد و ساختارهای نظامی بهترین شرایط برای خدمتیان فراهم میباشد. سهم کارمندان مقامات میلیتسیا در تامین امن و ثبات و ترتیبات جمعیتی بسا نظررس است. امروزها میلیتسیای تاجیک از اجرای رساله خویش برآمده و در حفظ حقوق و منفعت‌های دولت و شهروند نقشی بارز دارد. این کورسانتان که امروز سوگند صداقت را یاد نمودند، در آینده همچون حامی وطن و ملت خویش به این میهن خود صافدلانه خدمت می‌نمایند. بلال ادریس‌زاده خود را خوشبخت می‌شمارد، زیرا برای آینده خویش حفظ وطن را پیشه کرده است. او با افتخار بلند و سعادتمندی سوگند وفاداری را به زبان آورده و خود را حامی دولت و ملت می‌داند. امروزها ما برای این دولت خود صادقانه خدمت سربلندانه کرده به خلق خود وطن با سر بلند خدمت میکنیم. امروزها ما به پیشوای ملت خیلی منتظر میباشیم که با ما چنین شرایط‌های خیلی خوب مهیا کردند و ما از این استفاده برده خواهشمندیم که تا آخر با سر بلند به خلق خود وطن صادقانه خدمت کنیم. ما امروز همراه همکورسانمون سوگند یاد نمودیم و آینده به سوگند خود وفادار مانده برای وطن خود صادقانه و صاف دلانه خدمت میکنیم. برابر بلال ادریس‌زاده در این روز تمام کورسانتان سال یکم فاکولته 4 اکادمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند سوگند یاد نمودند. این شنوندگان دوام نزدیک یک ماه این جانب نازکی‌های کسب پرشرف خود را از استادان، افسران عالی رتبه آموخته و برای خدمت آمادگی خود را بیان داشتند. من شهروند جمهوری تاجیکستان محمد علی صفی‌الله با خدمت در مقامات کارهای داخلی داخل شده سوگند یاد نموده با تنتنه قسم میخورم که تا آخر به خلق خود وطن و کاری که پیشه کردم صادق باشم، همیشه کارمند هوشیار، حقیقت‌جو، مردانه‌وار و با انتظام باشم، در خدمت نمونه عبرت بوده کنستیتوسیا و قانون‌های جمهوری تاجیکستان را قطعی رعایت نمایم، سری دولتی و خدمتی را پنهان دارم. اگر من این سوگندی با تنتنه خود را رعایت نکنم بذار در چارچوبه قانون جمهوری تاجیکستان قاطعانه جزا بینم. رفیق پاکونی کورسان محمد علی صفی‌الله سوگند را قبول نمود. تشکر. امروز برای ما کورسانتان کورس یکم روز فراموش نشونده میباشد. در آینده ما با این کسب انتخاب کردهمان آماده هستیم که به خلق و وطن صافدلانه و صادقانه خدمت نماییم. امروز من و همکورسانم در این میدان سوگند وفادارانه خود را قبول کردیم که به خلق و وطن خدمت نماییم. در مراسم رسمی چهاربینی سابقه‌دار ساحه مادر کورسانت کورس اول و چند از شنوندگان سخن نموده عرض احترام و صمیمیت خود را به خاک مقدس این وطن بیان داشتند. در ادامه از طرف شنوندگان اکادمیا مشق‌های گوناگون نظامی پیشکش حاضرین گردانیده شد. این دستا با وطن صادقانه خدمت میکنه. خدمت میکنه.
читавре маълум гашт курсантони курси аввал давоми 24 рӯз тавонистанд тамоми нозикҳои ҳарбу зарб ва касби интихобнамударо ба хубӣ омӯхтаву ба натиҷаҳои назаррас шарафёб гарданд. Ин аз маҳорати баланди ҳайати шахсӣ ва пеш аз ҳама ҷомеаи устодони академия дарак медиҳад.